دوستان سلام به کانال ایسا تیوی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم درباره حضرت علی علیه السلام صحبت کنیم که حیدر کرار سومین مسلمان و پسرعمو و داماد پیامبر اکرم، دروازه علم، شیر خدا، پدر اهل بیت، ابوتراب یعنی پدر خاک، ابوالحسن و امام اول شیعیان و تاج سر همه بود و هیچ کلمه و زمانی برای توصیف حضرت علی کافی نیست. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال ایسا تیوی همراه باشید. حضرت علی وقتی 10 سالش بود مسلمون شد. خیلی از مسلمون‌های اهل سنت بعد از اسم حضرت علی عبارت کرم الله وجهه یعنی خدا او را گرامی و بزرگ دانست رو میارن، چون حضرت علی به هیچ بتی سجده نکرد و مسلمون شد. دوستان بعضی وقتا هم به حضرت علی به خاطر شجاعت و دلیر بودنش حیدر کرار گفته میشه و جالبه که بدونین حضرت علی هم مثل پیامبر اکرم 63 سال زندگی کرد. حضرت علی تکه‌ای از وجود پیامبر بود، یکی از عزیزترین کسای پیامبر بود، جزو افرادی بود که بهشت بهش وعده داده شده بود و دوستدار و یاور خلفای اسلام بود. حضرت علی علیه السلام اولین امام مسلمون ها از دید اهل تشیع و چهارمین خلیفه مسلمون ها از دید اهل سنت هستش. پیامبر اسلام درباره حضرت علی فرمودن من شهر علم هستم و علی دروازه آن. کسی که از دروازه وارد نشه چطور ممکنه بتونه به شهر علم وارد بشه؟ دوستان حضرت علی دانش و خردی بی‌نظیر، قلبی بی همتا و ایمانی تزلزل ناپذیر داشت. از حضرت علی به خاطر شجاعت بی‌مثالش به عنوان قهرمان اسلام یاد میشه. همونطور که استاد بدیع‌الزمان سعید نورسی از پیشگامان اندیشه نوین اسلامی گفتن علی مظهر حق بود و هیچ وقت به خاطر هیچ چیزی حق رو فدا و قربانی نکرد. حضرت علی حق رو به هر قیمت و بهایی که بود نه فدای نفس خودش و نه فدای هیچ چیز دیگه ای نکرد. دوستان یه سوال، به نظر شما وقتی پای منفعت خودمون در میون باشه آیا سخت‌ترین کاری نیست که به جای نفسمون حق رو انتخاب کنیم؟ الان ما هر چقدر که بگیم حق رو انتخاب میکنیم ولی توی موقعیتش که قرار بگیریم واقعا تصمیم گیری سخت میشه. جالبه که بدونیم روزی نبود که رسول خدا به خونه حضرت علی سر نزنه، چون که خونه حضرت علی ریشه درخت نورانی اهل بیت بود. دوستان حضرت پیامبر دخترش رو به همسری حضرت علی در آورده بود، دختری که خندیدن، گریه کردن، حرف زدن و حتی راه رفتنش مثل خود پیامبر بود. کسایی که حضرت فاطمه رو دیده بودن میگفتن به خدا قسم ما تا به حال دختری که به این اندازه شبیه پدرش باشه رو ندیدیم. اخلاق حضرت فاطمه زهرا هم خیلی شبیه اخلاق پیامبر بود. از این رو اصحاب برگزیده پیامبر خواستار دستیابی به افتخار همسری ایشون بودن، ولی رسول خدا قبول نکرد و دخترش رو به همسری حضرت علی در آورد. حضرت فاطمه تنها یادگار همسر مرحومش خدیجه بود. هر وقت که دل پیامبر برای حضرت خدیجه تنگ میشد به حضرت فاطمه نگاه میکرد، یاد همسرش میافتاد و چشماش پر از اشک میشد و آه میکشید. دوستان زمان ازدواج حضرت فاطمه با حضرت علی پیامبر رو به حضرت فاطمه کرد و گفت چه خوب بود مادرت خدیجه هم زنده بود و جهیزیت رو آماده میکرد. حضرت فاطمه هم در جواب این حرف پدرش جوابی که شایسته دختر پیامبر بود رو داد. حضرت فاطمه گفت پدر جان درسای ایمان و اخلاقی که به من دادی برای جهیزیم کافیه. واقعا هم همینطور بود. حضرت علی علیه السلام با داشتن پسندازی هرچند اندک اقدام به خواستگاری کردند. پیامبر در این رابطه از ایشان سوال کردند که آیا برای مهر حضرت زهرا و مخارج عروسی مبلغی در اختیار دارد و یا چیزی برای فروش در این مورد دارد؟ حضرت علی علیه السلام فرمودند که یک شمشیر، یک سپر و یک شتر برای آب بردن به نخلستان‌ها در اختیار دارم. پیامبر گرامی اسلام به حضرت علی علیه السلام فرمودند که از میان این سه وسیله به سپر کمتر نیاز داری، لذا امام علی علیه السلام با فروش سپر خود مبلغ مهریه و خرج و مخارج عروسی رو تأمینش کردند.
مراسم ازدواجشون جزو ساده ترین ولی در عین حال نورانی ترین و با سرورترین مراسم بود و همینطور با گلاب و شربت عسل و خرما از مهمونها پذیرایی شد. ایمن برای برگزاری مراسم ازدواج به حضرت علی و حضرت فاطمه کمک میکرد. پیامبر وارد خونه میشه و میپرسه برادرم کجاست؟ ایمن میگه ای رسول خدا، تو علی رو برادرت خطاب میکنی در حالی که دخترت رو به همسری ایشون در آوردی؟ پیامبر هم میفرماید علی در دنیا و آخرت برادر منه. حتی اگه دخترم رو به همسری ایشون در بیارم باز هم علی برادر منه و این واقعیت عوض نمیشه. پیامبر حضرت علی رو سمت راست و حضرت فاطمه زهرا رو هم سمت چپ خودش میشونه و میگه برام آب بیارین. کاسه آبی میارن. پیامبر سوره ناس و فلق رو میخونه و دستش رو توی آب فرو میکنه و بعد شروع به پاشیدن آب روی سر و صورت اونا میکنه و دخترش رو نصیحت میکنه که دخترم واسه همسرت زمین باش تا اونم برات آسمون باشه، براش کنیزی کن تا هم برات غلامی بکنه، با همسرت مهربون باش، وقتی همسرت عصبانی هستش خیلی آروم ازش دور شو و تا وقتی عصبانیتش برطرف نشده جلوش ظاهر نشو. مراقب دهن و گوشات باش و اگه همسرت بد دهنی کرد حرفاش رو نشنیده بگیر و جوابش رو نده. بذار همسرت همیشه ازت حرفای قشنگ بشنوه و صورتت رو خندون ببینه. واقعا خداوند هم به ما یه همچین جایگاهی نصیب کنه. جز این هیچی نمیتونم بگم. نصیحت پیامبر واقعا هم یه نصیحت عالی هستش. جالبه که بدونین پیامبر هیچ وقت تو امور خونه حضرت علی دخالت نمی کرد. به عنوان مثال روزی حضرت فاطمه با حالتی ناراحت به دیدن پدرش میاد و پیامبر میپرسه دخترم چی شده؟ حضرت فاطمه هم میگه با علی یکم بحثمون شده و پیامبر هم اصلا موضوع رو نمیپرسه و دخالتی هم نمیکنه، چون که میدونه توی هر خونه ای از این مسائل و موضوعها پیش میاد. در واقع وقتی بقیه توی مسائل زندگی زن و شوهرها دخالت میکنن 100% باعث جدایی اونها میشن. بعضیا وارد این مسائل میشن و زن و شوهر رو علیه همدیگه پر میکنن و اونها رو از همدیگه دل سرد میکنن و باعث جنگ و دعوا بینشون میشن و باعث من گفتن اونها میشن و در نهایت زندگی اونها رو از هم میپاشن. بعد از این ماجرا پیامبر اکرم بدون اینکه چیزی بگه خونه دخترش رو ترک میکنه و حضرت فاطمه هم چیزی نمیگه و رازداری میکنه. جالبه که بدونین پیامبر بعد از مدتی از جلوی خونه حضرت علی که داشته رد می شده صدای خنده میشنوه و وقتی اهل بیت شاد بودن پیامبر هم خوشحال میشه و فوراً در میزنه و داخل میره و جالبتر از همه اینا اینه که اصلاً بدون اجازه وارد خونه‌شون نمیشده. پیامبر خدا وسط حضرت علی و حضرت فاطمه میشینه. پیامبر میپرسه چی اهل بیت منو شاد و مسرور کرده؟ حضرت فاطمه هم میگه پدرجان من و علی داشتیم بحث کردیم که رسول خدا کیو بیشتر دوست داره. شما بگین کدوم یکی از ما رو بیشتر از اون یکی دوست دارین؟ حضرت فاطمه بعدش یه لبخند درست شبیه لبخند پدرش میزنه. پیامبر رحمت با چهره نورانی لبخندی میزنه و میگه دخترم قسم میخورم که تو رو بیشتر از حدی که هر پدری دخترش رو دوست داره دوست دارم. و بعد هم رو به حضرت علی میکنه و میگه ای علی تو رو هم بیشتر از حدی که یه برادرش رو دوست داره دوست دارم. حضرت علی موقع هجرت پیامبر توی بستر ایشون خوابید. حضرت علی میفرماید تا به حال هیچ شبی به خوبی اون شب نخوابیده بودم. واقعا این لطف خداوند بود که حضرت علی به جای پیامبر توی بستر ایشون خوابید تا جونشون رو فدا بکنن. تصورش رو بکنین که بعدش هم با پای پیاده به مدینه میره. خون از پاهاش جاری بوده و کفشهاش پاره شده بوده. وقتی به مدینه میرسه حضرت رو توی یه بستر میخوابونن چون طاقت و توان این که به دیدار پیامبر بره رو نداشته. لازم به ذکره که بگم پیامبر اکرم به دیدار حضرت علی میاد. بعد از گذشت مدتی پیامبر انصار و مهاجران رو به گروه‌های 2 نفره تقسیم میکنه و اونها رو برادر اعلام میکنه، ولی برای حضرت علی کسی رو به عنوان برادر انتخاب نمیکنه. حضرت علی ناراحت میشه و آهی میکشه و میگه ای رسول خدا آیا کسی رو لایق برادری من ندونستین یا اینکه من رو شایسته برادری کسی ندونستین؟ چرا برای من برادری انتخاب نکردیم؟
پیامبر هم بهش میگه چون که برادر تو من هستم، تو دنیا و آخرت تو برادر من هستی. واقعا دوستان کی میدونه برادر پیامبر بودن چه جور نعمتی هستش؟ تو یه حدیث دیگه روزی پیامبر اکرم رو به اصحابش میکنه و میگه دوست دارم برادرها و خواهرهای خودم رو ببینم. اصحاب هم میگن ای رسول خدا، مگه ما برادرهای شما نیستیم؟ پیامبر هم میگه نه، شما دوستهای من هستین. برادرها و خواهرهای من قراره بعدن، یعنی توی آینده بیان. با اینکه هیچ وقت منو نمیبینن ولی به من ایمان میارن و منو دوست خواهند داشت. پیامبر میگه خیلی دوست داره برادرها و خواهرهاش رو ببینه و حتی میگه موقع ورود به بهشت وقتی همه برای جاودانه شدن با کاسه‌ای از آب چشمه کوثر میخورن، پیامبر با دستای مبارکشون به برادرها و خواهرهاش از چشمه کوثر آب میده. یعنی ایشون حتی نمیخواد اندازه یک کاسه بین ایشون و برادرها و خواهرهاش فاصله باشه. نمیدونم آیا ما هم میتونیم به این درجه نائل بشیم؟ واسه رسیدن به این درجه چقدر باید توبه کنیم؟ دوستان واقعا ما باید به درگاه خداوند متعال استغاثه و توبه کنیم و اونو از همین الان شروع کنیم و همیشه توی زندگیمون توبه کردن رو داشته باشیم. بیایم براتون یه داستان تعریف کنم. روزی حضرت علی متوجه گرسنه بودن رسول خدا میشه. پیامبر روزها بود که حتی یه لقمه هم نخورده بود. حضرت علی خودش هم گرسنه بود ولی طاقت نمیاره و زود به بازار میره و اونجا کار میکنه و با طعامی که تهیه میکنه پیامبر رو سیر میکنه. تو بازار یه سبدی مال یه تاجر بوده. حضرت علی فوراً نزدیک اون شخص تاجر میشه و میگه اگه این سبد رو برات جابجا کنم آیا عوضش یه خورده خرما به من میدی؟ تاجر هم میگه آره میدم. حضرت علی باید با سرعت کار میکرده چون پیامبر جان جانان او گرسنه بوده و باید فوراً برای پیامبر خرما میبرده. این میون حواسش نبود و سبد دستاش رو میبره. به خاطر سری کار کردن دستاش زخمی و خونی میشه. بعد از کار کردن پیش رسول خدا میره و دستش رو جلوی ایشون میگیره و میگه ای رسول خدا بفرمایید خرما بخورید. پیامبر وقتی داشته خرما برمی داشته میبینه دستهای حضرت علی زخمی شدن و جریان رو میفهمه و خیلی از حضرت علی تشکر میکنه ولی با این حال خیلی هم ناراحت میشه. حضرت علی با حالتی غمگین میشینه و خرما میخوره ولی به فکر چاره‌ای هم بوده که جریان رو از یاد پیامبر ببره. راه چاره‌ای به ذهنش میرسه و هست خرماهایی که خورده بود رو یواشکی جلوی پیامبر میندازه. بعد از گذشت مدتی رو به پیامبر میکنه و میگه ای رسول خدا معلومه که خیلی گرسنه بودینا، همه این خرماها رو شما خوردین؟ پیامبر هم لبخندی میزنه و به جلوی حضرت علی اشاره میکنه و میگه معلومه تو هم خیلی گرسنت بوده چون که حتی هسته خرماها رو هم خوردی. علی کسی بود که با پیامبر شوخی میکرد و از احساسات پیامبر خبر داشت و مرهمی بر دردهای پیامبر بود. حضرت علی توی هر فرصتی داوطلب میشد، طالب انجام کارهای سخت بود و همیشه میگفت من حاضرم ای رسول خدا. دوستان یه روز پیامبر خدا همه قومش رو برای صرف غذا دعوت میکنه و از عموهاش درخواست میکنه که به اسلام روی بیارن و از اون حمایت کنن. بعد از اینکه پیامبر چندین بار خواسته خودش رو تکرار میکنه کسی جوابی نمیده. حضرت علی هر دفعه دست بلند میکنه و میگه ای رسول خدا من حاضر هستم و باعث میشه تا لبخند به لبهای پیامبر بشینه. روزی خورشید دو عالم پیامبر اکرم حالش بد میشه. پیامبر قبلا توی اون سال قرآن رو 2 بار برای جبرائیل خونده بود و تو خطبه حجت الوداع هم به نزدیک بودن وفاتش اشاره کرده بود. حضرت علی بلافاصله بر بالین پیامبر حاضر میشه و اصلا دلش نمیخواسته به جدایی از پیامبر اکرم فکر کنه. الان دلم میخواد که به حضرت علی بگم ای امام بزرگوار پس تکلیف ما چی میشه؟ ما که اصلا حتی موفق به دیدار پیامبر هم نشدیم، ما که در حسرت دیدار با پیامبر عزیزمون داریم میسوزیم، ما چجوری باید با این درد بسازیم و چجوری تحملش بکنیم؟ برمیگردیم به داستان. در حالی که حضرت فاطمه بر بالین پیامبر گریه میکرد، پیامبر چیزی تو گوشه ایشون زمزمه میکنه و حضرت فاطمه از ته دل شروع به گریه میکنه و بعد باز پیامبر چیزی زمزمه میکنه و این بار حضرت فاطمه میخنده. بعدها که حضرت علی از حضرت فاطمه درباره این لحظات میپرسه، حضرت فاطمه میگه رسول اکرم گفت که داره میمیره واسه همون گریه کردم. بعد هم بهم گفت که دخترم از اهل بیت اولین کسی که به من میپیونده تو هستی، به خاطر همون خندیدم.
پیامبر روز به روز مریض‌تر میشد و قلب امت اسلام هم میسوخت. حال مبارک پیامبر روز به روز وخیم‌تر میشد تا اینکه روزی صدای جیغ و فریاد عایشه تو مدینه بلند شد. حضرت علی که تحمل جدایی از پیامبری که از جونش براش عزیزتر بود رو نداشت، روی زمین افتاده بود و گریه میکرد. همه زندگی حضرت علی زیر سایه و رد پای پیامبر گذشته بود و حالا سایه پیامبر نبود. حالا بدون پیامبر باید چی کار میکرد؟ چشماش رو روی پیامبر باز کرده بود. دیگه بدون پیامبر چشماش هیچ چیزی رو نمیدید. امت اسلام درد بزرگی رو داشت تحمل میکرد. آفتابشون دیگه نبود و همه غمگین بودن و بیش از 1400 سال از این جریان گذشت و الان توی دل بعضیا این درد همچنان تازه هستش. دلمون از حسرت نبود پیامبر داره میسوزه و اگه قرار روزی با پیامبر دیدار کنیم، خداوند به ما لطف دیداری مثل اصحاب نزدیک و حضرت علی رو نصیب کنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر برای دوستاتون شیرش کنید و برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید.